دیابت رو پیدا کرده و دچار خونریزی یا تورم شده، بله. اگر میخواد از درمان به بهترین نحو ممکن سود ببره، باید چند تا نکته رو رعایت بکنه. نکته اول، کنترل قند خونه. کنترل قند خون، ما بعضاً به اصطلاح گاهی وقتا در واقع برداشت‌های غلطی وجود داره در بین بیمارانمون که ما مشاهده می‌کنیم. به طور مثال از بیمار میپرسم که آیا قند خونتون کنترله؟ بیمار جواب میده بله، انسولین دارم استفاده میکنم. ببینید، استفاده کردن از انسولین به معنای کنترل دیابت نیست. وقتی میگیم بیمار، آیا از بیمار سوال میکنیم آیا دیابتت کنترله، جوابی که انتظار داریم بشنویم این هستش که بگه بله آقای دکتر، من دیابتم کنترله. هموگلوبین A1C یا قند 3 ماهه بله. که بهش گفته میشه، بله، 5.5 6 زیر 7، این یعنی قند خونش کنترله. این زدن انسولین به تنهایی ولی قند خون دقیقاً رژیم رو رعایت نکنه. یا اینکه بیمار میگه بله من قند خونم کنترل، دستگاه دارم خودم مرتب کنترل میکنم، قند خون ناشتام مرتب کنترل میکنم، 110 و 20. درسته ممکنه ناشتا 110 و 20 باشه ولی بعد از ظهر نصف شب بالا بره و بنابراین آسیبشو بزنه و بنابراین اون کنترل قند 3 ماهه بسیار مهمه. نکته دوم در مورد بیماری دیابتی کنترل فشار خونه. نکته سوم، چون گرفتاری کلیه هم ممکنه داشته باشه، وضعیت کلیه ها و اون رو هم باید کنترل بکنن. نکته چهارم، اگر چربی بالاست چربی رو باید کنترل بکنن. اگر بیماری قلبی عروقی دارن اونها رو باید به اصطلاح کنترل بکنن و اینها اگر آنمی یا کمخونی دارن اونو باید درمان بکنن. اینها عواملی هستن که میتواند در وضعیت بیماری چشمیش تاثیر بگذاره.